اصلا میدونید چرا در احادیث وارد شده هنگام ملاقات و هنگام خداحافظی بگید السلام علیکم؟ بین دقت کردید؟ اصلا نشنیدیم بعضی از ما. بله، کلمه خداحافظی مسنون نیست عزیزان، که نگاه میگه از هم جدا بشیم بگیم خداحافظ، اون میگه خدا نگهدار، یه لیوان آب پشت سرت بریزه. نه نیست، نه من در آوردی است، از جیب این ملا و اون خلیفه و اون پیر و اون آقا در اومده. در شریعت مسنون اینه که وقتی همدیگر رو ملاقات میکنیم بگیم السلام علیکم، وقتی از هم جدا میشیم هم بگیم السلام علیکم و رحمت الله. فلسفه داره اینا، حکمت داره که وقتی به هم میرسیم بگیم السلام علیکم، یعنی برادر من راحت باش، سلامتی به تو، از طرف من هیچ ضرر و زیانی در مال، در جان، در ناموست، در عرض و آبرویت نخواهد، هیچ ضرری از طرف من به تو نخواهد رسید، راحت باش، السلام علیکم. چه فحوا و چه محتوایی داره. هنگام خداحافظی هم سنته که بگیم السلام علیکم، یعنی برادر، خواهر من، راحت باش، من پشت سر تو هم کاری، حرفی، عکس العملی که برخلاف مصالح تو باشد بر زبان نخواهم گفت و در عمل هم انجام نخواهم داد. آبروی تو در امان است، عزت تو در امان است، غیبت نخواهم کرد، تهمت نخواهم گفت، دروغ پشت سر تو بر زبان جاری نخواهم کرد، به مالت، به عرضت، به آبرویت دست درازی نخواهم کرد. این معنی السلام علیکم و رحمت الله.